با سلام، من میرزا تیمان هستم. میخوام آزمایش علوم رو انجام بدم. وسایل مورد نیاز برای آزمایش: جا لامپی، خود لامپ کوچک، سیم روکشدار، 2 باتری قلمی، جا باتری و پیچ گوشتی برای بست کردن. اولین کاری که میکنیم باید سیم روکشدار رو به جا لامپی یا لامپ کوچک وصل کنیم. الان ما اینو وصل کردیم و باید باتری ها رو بزنیم توی جا باتری. منفی مثبت آنها باید مخالف هم دیگه باشه. بعدش باید این دو سرش رو بزنیم به اینجا، به منفی مثبت باتری ها. الان سیم روکشدار وقتی که به جا لامپی وصل شد، وقتی ما وصلش کردیم به جا باتری، انرژی باتری یه کاری کرد که این لامپ روشن بشه. اینم از آزمایش علوم.